این طفل نوزاد را 5 روز پیش در محله ارچبشیک بیشکک پیدا کردند. آن روز بارانی نوزاد در یک قوطی تر با سر و روی افلاس خوابیده بود. به نقل پلیس طفل از سردی کبود شده اما زنده بود. او را بعد تولدخانه بردند. با خواست خدا فکر میکنم ما او را نجات دادیم. یک روز پیش از این حادثه راهگذران در ناحیه جلال‌آباد قرقیزستان از نزد پرتوگاه یک دخترچه نوزاد را پیدا کردند. نوزاد را به بیمارخانه انتقال دادند و طبیبان گفتند حال وضعش معتدل است. وزارت تندرستی قرقیزستان وضع یک نوزاد دیگری را هم که روز 8 نوامبر از نزد پرتوگاه پیدا شد خوب ارزیابی کرده است. با کمک راهگذران این طفل هم زنده ماند. پلیس هویت مادر 21 ساله نوزاد را معین کرده است و به او 2 سال زندان تهدید میکند. این حادثه ها در جامعه قرقیزستان سر و صدای زیادی برپا کرده است. پارلمان این کشور بار دیگر از حکومت طلب کرد که در کوچه ها بیبی باکس یا قوطی و جای برای نگهداری کودکان گذارند. من هنوز در دعوت گذشته هم پیشنهاد کرده بودم که در زایشگاه ها بیبی باکس گذاشته شود، ولی آن وقت حکومت پاسخ داد که این برای نظام عائله‌داری این کشور مطابق نیست و برای چنین قوطی ها مبلغ زیاد لازم می شود. حالا یک سوال این است که آیا جان آدم چقدر ارزش دارد؟ شما میدانید که در جامعه پدرسالار ما دختران را میترسانند. اخیراً معاون رئیس دیوان وزیران ادیل بیسالف جلسه اضطراری برگزار کرده از کارمندان خدمات اجتماعی خواست کارهای فرماندهی را عاید به حفظ حقوق کودکان پرزور کنند. قبلا این منصبدار گفته بود بیبی باکس ها مشکل را حل نخواهند کرد. شما میدانید بیبی باکس این راه حل نیست. این مسئله 10 درجه است. آدمانی که نمیفهمند فکر میکنند که بیبی باکس گذاشتیم و مشکل حل شد. اما پیش از این ما باید سندهای حقوقی را تغییر دهیم و قدمهای سبکتر را گذاریم. با گفته طرفداران بیبی باکس چنین تجربه در بسیار کشورهای دنیا وجود دارد. زنانی که میخواهند از نوزاد ناخواسته دست کشند امکان دارند طفل را در چنین قوطی یا نقطه ها گذارند، نه در پرتوگاه. با این شیوه عمل زنانی که از کودکان خود دست میکشند مخفی میماند. هیچ کس آنها را نمیبیند و محکوم نمیکند. با باور جانبداران کودکان در بیبی باکس یا قوطی ها حداقل در شرایط گرم و امن خواهند بود. اما برخی از حامیان حقوق بشر ضد این پیشنهاد هستند. من فکر میکنم این کار غیر اخلاقی و بی‌نتیجه است. اگر چنین قوطی ها گذاشته شوند، این برای زنهایی که در حالت بد قرار دارند یک پیامی خواهد شد که مرحمت، اگر شما در چنین حالت هستید می توانید از کودک دست کشید. با باور توردیبکووا اگر زن میخواهد از کودک دست کشد طبق قانون باید در زایشگاه زبان خط نویسد، ولی اکثر دختران از بی‌آبروشوی میترسند. حامیان حقوق میگویند ضرور است که قانون در چنین موردها مردها را هم که با عیب آنها اطفال ناخواسته به دنیا میآید مسئول کند.